الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. این حلقه 46 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است صلی الله علیه و سلم، که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. و در این حلقه اقوال اهل علم را در مسئله اخلاص به شما ذکر خواهیم کرد. در حقیقت علمای اهل سنت و الجماعت همه اشان بیان نموده اند که اخلاص شرط صحت لا اله الا الله است. اخلاص شرط قبول عمل است. هر عملی که اخلاص ندارد قبول نیست، و لا اله الا الله که اخلاص ندارد قبول نیست. و اصل لا اله الا الله وقتی که نابود می گردد انسان کافر خواهد شد. و البته در این مسئله اقوال علما را ما جمع نمودیم، اما به اختصار، نه به ذکر همه علما، زیرا که هزارها علمای اهل سنت و الجماعت وجود دارند که همه اشان در این مسئله صحبت کردند. امام بربهاری شاگرد لالکایی رحمه الله تعالی، یکی از بزرگترین امام اهل سنت و الجماعت، در کتاب شرح السنه ذکر میکنند و میگویند: شهادت ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها الا بصدق النیه و خالص الیقین. شهادت دادن به لا اله الا الله از صاحبش قبول نمی شود مگرم با صدق النیه، با نیت صادقانه و خالص و یقین. یعنی کسی که لا اله الا الله بگوید نیتش صادق نباشد، یا که اخلاص و یقین نداشته باشد، در هر دوی این حالت هم لا اله الا الله این بنده قبول نیست. باید گوینده لا اله الا الله حتما اخلاص داشته باشد، حتما یقین داشته باشد، حتما صدق داشته باشد. که البته این بربهاری علمای صدری، علمای متقدمین اهل سنت و الجماعت حساب می شوند. و این چونین سمعانی در تفسیرش می گوید: الاخلاص هو التوحید و یقال الاخلاص هو تصفیة النیه فی طاعت الله تعالی. اخلاص این عیناً همون توحید است. یعنی اخلاص این توحید است. گفته می شود که می گویند اخلاص این پاک کردن نیت است، یا که یگانه به الله در طاعت انجام دادن عبادت است. بارک الله فیکم. و این چنین در مکان دیگر سمعانی ذکر می کنند و میگن: مخلصا له التوحید و اخلاص التوحید الا تشرک به غیره. یعنی توحید را مخلصانه به الله انجام دادن و اخلاص در توحید این است که به الله غیر الله را شریک قرار ندادن، یعنی به الله چیزی دیگر را برابر نساختن. انمین اخلاص است. ابن الجوزی در کتاب زاد المسیر میگویند رحمه الله که قول الله اعبد مخلصا له دینی بالتوحید. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم که من الله را یگانه خودش را مخلصانه عبادت میکنم و دین من یعنی با توحید است. میگن له مخلصا له دینی بالتوحید. اینچنین بیضاوی میگن ممحصا له الدین من الشرك والرياء،
دینم را خالص به خاطر الله انجام میتم و از شرک و ریا پاک نگه میدارم. شرک البته ضد اخلاص است، این چنین ریا هم ضد اخلاص است. پس واحدی نیز در تفسیرش ذکر میکند که اخلاص معنایش یگانه الله سبحانه و تعالی را پرستیدن، یعنی توحید. و خطابی در معالم السنن نیز ذکر میکند الاخلاص و هو شرط فی صحت الایمان و الاسلام معا. میگویند اخلاص این شرط صحت ایمان و اسلام با هر دوش است. یعنی وقتی که اخلاص وجود ندارد، ایمان هم وجود ندارد، اسلام هم وجود ندارد. زیرا ایمان و اسلام همان وقت صحیح است، درست است که شرط و صحت اخلاص وجود داشته باشد. ابو مسلم خوجندی حنفی در مفتاح الجنه رحمه الله، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، ابو مسلم خوجندی که از خوجند به مکه هجرت کرده اند، در کتاب مفتاح الجنه میگویند ولا اله الا الله هي كلمة الإخلاص ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي الدار الآخرة إلا بشرط العلم واليقين والإخلاص. سبحان الله. لا إله إلا الله یعنی نیست معبودی برحق بجز الله. میگویند که این کلمه اخلاص است. لا اله الا الله این کلمه اخلاص است، ولیکن همین کلمه اخلاص به صاحبش، به گوینده اش منفعت نمی بخشد در نزد الله و در روز آخرت مگرم به شرط های علم، یقین و اخلاص. یعنی همان وقت لا اله الا الله به انسان فایده می دهد که صاحبش به این کلمه اخلاص علم داشته باشد، به این کلمه اخلاص یقین داشته باشد، به این کلمه اخلاص داشته باشد. کسی که لا اله الا الله را نطق بکند، بگوید، علم ندارد، یقین ندارد، اخلاص ندارد، این لا اله الا اللهش در نزد الله و در روز قیامت هیچ فایده نخواهد داد. بارک الله فیکم. و علمای دیگر اهل سنت، المبارک فوری در شرح کتاب سنن ترمذی، در شرح حدیثی که امام ترمذی نوشتند، کتاب امام ترمذی که سنن ترمذی است، تحفة الاحفظی، میگویند بشرط کونه مؤمنا مخلصا، به شرط آن قبول است که انسان مؤمن باشد و مخلص باشد. و البته همین سید مبارک فوری یک کتاب بهترین در مسئله سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارد که به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و اصلش عربی هست. و این سید مبارک فوری عالم هندی هست، اهل سنت و جماعت هندی است، در مدینه منوره، در جامعه مدینه منوره تحصیل نموده است. پس هر یک انسان از این کتاب سید مبارک فوری می تواند استفاده برد. رحیق المختوم در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب العبودیه والاستقامه سخن فضیل ابن عیاض را ذکر میکنند. فضیل ابن عیاض رحمه الله به نهایت سخن قوی را در مسئله اخلاص و متابعت سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند. احسن العمل هو اصوبه و اخلصه، یا که اخلصه و اصوبه. بهترین عمل این عمل است که خالصترین به خاطر الله باشد، به وجه الله باشد و موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. همین عمل بهترین عمل است، عملی که اخلاص دارد، عملی که متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم دارد. و میگویند اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. اگر عمل خالصانه انجام داده شود، اخلاص وجود داشته باشد، اما این عمل با وجود اخلاص داشتنش مطابق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نباشد، این عمل قبول نیست، زیرا که مخالف سنت است. و اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اگر عمل موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد اما در این عمل اخلاص وجود نداشته باشد، این عمل هم قبول نیست.
پس عملی که اخلاص نیست، گرچنده که سنت را انجام بدهید اخلاص نداشته باشد قبول نیست. گرچنده که اخلاص داشته باشد اما عمل مخالف سنت باشد قبول نیست. پس کدام عمل قبول است؟ حتی یکون خالصا و صوابا، همان عمل قبول است که هم خالصانه به الله انجام داده شده باشد و هم موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. پس برادرم و خواهر موحدم، کوشش نما که هر عملی تو موافق سنت رسول الله باشد. از پیش خود، از هوای هوس خود، از تعصب خود عملی را انجام نده. از طالب العلمان، از علمای اهل سنت و جماعت سوال نما که این عمل حکمش چیست، این عمل موافق سنت است یا نیست. و بعد از این که عمل را فهمیدی که موافق سنت است انجام بده و خالص باش. اخلاص را در این عمل جای ده، در این حالت عمل قبول خواهد شد. پس خالص این است که میگن ای یکون لله. خالص یعنی عمل به الله باشد. عملی که شما انجام میدید به خاطر الله، به خاطر وجه الله، برای الله باشد. کلمه ثواب معناش این است که ای یکون علی السنه، عمل موافق سنت باشد. بارک الله فیکم. و در حقیقت این بینویت سخنی بهترین از سلف این امت است. بارک الله فیکم. و این چنین ابن تیمیه رحمه الله در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، بینویت کتابی بزرگ و کتابی مفید برای هر یک طالب علم اهل سنت در جماعت باید چندین مراتب گشت و برگشته خوانده شود. در مسائل حکم عیدهای کفار صحبت نمودند. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگن الشهادة لله بأنه لا اله الا هو تتضمن اخلاص الالوهیت له. شهادت دادن به الله که نیست معبودی بر حق بجز الله، این در برگیرنده اخلاص الوهیت بر اوست. پس جایز نیست که قلب به غیر الله الفت داشته باشد، نه با عشق، نه با ترس، نه با اجلال و بزرگشماری، نه با اکرام، نه با رغبت، نه با رهبت، بلکه باید تمام دین همش به الله باید باشد. ببینید معنای سخن شیخ الاسلام این است که به انسان جایز نیست که با قلبش به یک چیزی دیگر الفت داشته باشد، محبت داشته باشد به چیز دیگری، خوف ترس از چیز دیگری داشته باشد، چیزی دیگری رو بجز الله اجلال و قدردانی بکند، اکرام بکند، رغبت بکند، رهبت بکند. همه این جایز نیست میگن، بلکه میگن لابد ان یکون الدین کله لله. ضرور است که همه دین، همه اش به کلی از آن الله باشد. حب هم به الله باشد، ترس هم از الله باشد، اجلال و بزرگشماری هم الله باشد. اکرام و رغبت و رهبت همش به الله باید باشد. و البته این همه اش از اخلاص به وجود میاد. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا مجله اول صفحه 260 ذکر میکنند و میگویند كلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهوى. یعنی هر وقتی که بنده در قلبش اخلاص را در سخن لا اله الا الله تحقیق میکند، یا که هر زمانی که بنده اخلاص را در کلمه در سخن لا اله الا الله تحقیق میکند، هر قدر که تحقیق کرد همان قدر از قلبش مائل شدن، الفت کردن به هوای هوسش دور می شود، بیرون می شود. یعنی چقدری که اخلاص شما در کلمه لا اله الا الله تحقیق یابد، زیاد شود، به قوت شود، بسیار شود، همان قدر شما از هوای هوستون دور می شود، همان قدر الفت شما، دوستداری شما، تکیه شما از هوای هوس دور می شود. پس همان قدری که اخلاص شما ضعیف شد، همان قدر
به نفستون، به هوای هوستون تکیه میکنید. به خاطر همین است که بسیار انسان هایی که اخلاص ندارند همه عملشون به خاطر هوای هوس است. سبحان الله. و این چنین در کتاب منهاج السنه الرد علی الرافضه والجهمیه در مجله ششم صفحه 218 ذکر میکنند و میگویند که یک عملی یگانه که انسان انجام میدهد و این عمل را کاملانه با اخلاص انجام میدهد و عبودیت الله را بجا می آورد، به همین سبب الله بسیار گناهش را میبخشد، حتی گناههای کبیرش را میبخشد. چه خیلی که میگن در حدیثی بطاقه آمده است فإن الاعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص. ببینید، پس میگن هر آینه تمام عملها از همدیگریش فضیلتش زیاد می شود آن قدری که در قلب انسان ایمان و اخلاص زیاد شود. یعنی هر عملی که همان عمل به ایمان و اخلاص انجام داده شده است همان عمل افضل است و بهتر است. و بعضی عملهایی که از اخلاص انسان انجام داده شده است به اخلاص بینهایت قوی، حتی عملی کوچک سبب می شود که تمام گناههای شما بخشیده شود از سبب اخلاص شما. پس همین عملم در نزد الله عملی بهتر است، عملی افضلتر است، عملی سستر و ضعیفتر و بی اجرتر است. یعنی چقدری که ایمان شما اخلاص شما زیاد شود همان قدر عمل شما درجه اش بالا می شود و چقدری که ایمان و اخلاص ضعیف شد همان قدر فضیلت عمل و درجه عمل و عبادت پایان خواهد رفت. سبحان الله. پس باید انسان از این سخنهای علما عبرت بگیرد، باید این سخنها را یک منهج زندگی خود و برای نجات خود استفاده برد. ابن القیم الجوزی رحمه الله شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر میکنند و میگویند تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال به الشفاعة تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ الشفعاء وعبادة ومولاتهم. پس تأمل نما در حق این حدیث که چگونه الله رب العزة والجلال بزرگترین سببهای نائل شدن به شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را این توحید نامیده است. یعنی چقدر توحید شما زیاد شود و چقدر از شرک دور شود همان قدر به شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم نائل می شوید. و این عکسی آنچه که در نزد مشرکین است، زیرا که مشرکا عقیده دارند که چقدر شما بین خود و بین شفاعت کننده وسیله یا که عبادت یا که دوستداری قبر یا چیزی کردید بعد از این به شفاعت نائل می شوید، که البته این عقیده مشرکین است. عقیده اهل سنت و جماعت این است که چقدری که توحید را فقط به خاطر الله انجام بدهید و از غیر الله دور شوید همان قدر به شفاعت نزدیک می شوید. و این چنین ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین خود ذکر میکنه فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غیره و قصد المعبود وحده بالتعبد. پس میگن البته اخلاص این یگانه شماردن معبود از غیرش است. یعنی اخلاص این یگانه شماردن الله رب العزة والجلال از دیگر چیزها از غیرش، و اخلاص این قصد معبود کردن یگانه در عبادت، یعنی قصد یگانگی الله کردن در عبادت. پس این اخلاص است. و این چنین ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب اعلام الموقعین، یکی از بزرگترین کتاب ابن القیم الجوزی، در همین کتابشون ذکر میکنند و میگویند هو تجرید القصد طاعة للمعبود. یعنی اخلاص این پاک کردن قصد به طاعت برای الله رب العزة والجلال، یعنی قصد خود را در طاعت و عبادت تنها به الله میکنید. بارک الله فیکم. و این چنین در این مسئله سخن ابن کثیر رحمه الله وجود دارد، به مانند این که میگویند در تفسیر
قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملهای مشرکین که عملهای زیادی را در این دنیا انجام میدهند، اما روز قیامت وقتی که میرند این عملهایشان نابود است. هباء منثورا، نابود شده است، هیچ چیزی نیست. برای چی عملهای مشرکین نابود شده است؟ ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش میگند وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي اما الاخلاص فيها و اما المتابعة لشرع الله. زیرا که میگند عملهای مشرکا انجام داده شرط شرعی را ترک نموده است، فاقد شرط شرعی هست، یا اخلاص را ترک نموده است یا که عملش متابعت شریعت الله نیست. یعنی هر عملی که اخلاص ندارد و هر عملی که متابعت موافق شرع الله نیست، این عمل هباء منثور است، هیچ فایده ندارد، نابود است. پس شیخ الاسلام ابن الكثير میگویند و کل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. و هر یک عملی که خالص نباشد و موافق شریعت الله نباشد پس این عمل باطل است، گرچه که لا اله الا الله باشد. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید با اخلاص نباشد پس این عملش باطل است. این سخن دلالت میکند که اخلاص شرط صحت لا اله الا الله است. اگر اخلاص نباشد لا اله الا الله صحیح نیست، یعنی شرطش به جا آمده است. فاعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون عبدهم من القبول حينئذ. پس میگویند عملهایی که کفار انجام میدهند از یکی این دو مشکل خالی نیست. عملهای کفار اخلاص ندارد و یا که موافقت شریعت نیست. اگر میگویند عملهای کفار هر دوی این مشکل را ترک کند، یعنی هر دوی این شرط را ترک کند و در هر دوی این اساس به مشکل ایجاد شود، عملی که نه اخلاص دارد و نه شریعت موافق شریعت است، این باز قبول شویش دورتر است. پس اخلاص شرط لا اله الا الله است. و اینچون حافظ ابن کثیر میگویند وحده لا شریک له تأکید بعد تأکید اهتماما بمقاعد توحید. وحده لا شریک له، تأکید بعد از تأکید میگند برای اهتمام به مقام توحید. بارک الله فیکم. پس امام بغوی هم در تفسیر قرآن عظیم در تفسیر آیه الا لله الدین الخالص، آگاه باشد که دین خالص از آن الله هست، در تفسیرش میگن قال قتاده شهادت ان لا اله الا الله. ببینید الا لله الدین الخالص، آگاه باشد که از آن الله هست دین خالص. قتاده گفتند که معنای همین آیت دین الخالص یعنی لا اله الا الله از آن الله هست گفتند. و امام بغوی میگن که وقیل و این چنین گفته شده است که لا یستحق الدین الخالص الا الله وقیل الدین الخالص من الشرك هو الله وقال مخلصا له التوحید لا اشرك به شیئا. یعنی دین خالص مستحق نیست بجز الله، یعنی دینی که خالص هست باید به الله باشد. و این چنین گفته شده است که دین خالص این یعنی خالص از شرک است که این الله هست. میگن الله که از شرک خالی است. و این چنین گفته شده است بغوی میگن که خالصانه توحید را به الله انجام دادن و به الله شرک یگان چیزی را شرک قرار ندادند، نمین دین است، دین خالص است. بارک الله فیکم. و این چنین امام شوکانی در کتاب تفسیر قرآن عظیم در کتاب فتح القدیری که کتاب تفسیر امام شوکانی رحمه الله نوشته است میگویند والاخلاص ان یقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدين العباد والطاعة ورأس توحید الله وانه لا شریک له. معنای اخلاص همین است که میگند بنده قصد کند با عملش تنها وجه الله را، به خاطر الله عمل کردن را بنده قصد کند سبحانه و تعالی، و دین، عبادت، طاعت و همه این عملها را که
اساسی چیزش توحید به الله است، به یگان شرک به الله انجام بدهد. سبحان الله. و این چنین در تفسیر امام شوکانی ذکر میکنند و میگویند که الله به رسولش محمد صلی الله علیه و سلم امر نموده است تا که به بندگان، به امتش خبر بدهد که الله هم رسولش و هم امتش را امر به توحید و امر به اخلاص کرده است. این آیت این است که الله به محمد صلی الله علیه و سلم امر میکند قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. بگو ای محمد که هر آینه من، البته من امر شدم از جانب الله که یگانه الله را بپرستم، مخلصا له الدین، یعنی یگانه الله را عبادت کنم خالصانه و پاک و دور از شرک و ریا. معنایت همین است. یعنی ای محمد بگو که من از جانب الله امر شدم که یگانه الله را پرستم، یگانه الله را عبادت کنم و تمام عبادت را، یعنی دین را، عبادت را خالص به الله انجام دهم و از شرک و ریا دور باشم. و این سخنی امام شوکانی در تفسیر همین آیت است. بارک الله فیکم. و این چنین عینی در شرح صحیح بخاری در عمدة القاری، عینی حنفی میگویند خالصا و فی بعض النسخ مخلصا من الاخلاص والاخلاص فی الایمان ترک الشرک والطاعه ترک الریا. پس اخلاص این در ایمان است. میگند اخلاص در ایمان به مانند ترک شرک است. یعنی اخلاص چیست؟ اخلاص در ایمان ترک شرک است، باید ترک کنید. و در طاعت ترک ریا است. در ایمان اخلاص کردن ترک شرک است و در طاعت اخلاص کردن این ترک ریا است. و این چنین شیخ ابن عبدالبر، محمد ابن عبدالبر در کتاب تمهید و این چنین در کتاب استذکار خود ذکر میکنند من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنه. یعنی میگند هر کسی که لا اله الا الله مخلصانه از قلبش بگوید داخل جنت میشود. و این حدیث میگند دلالت میکند که فدل على ان هناك من يقولها غیر مخلص بها و حسابها على الله. یعنی این حدیث دلالت میکند که بعضی از انسان ها وجود دارد که لا اله الا الله را میگوید اما مخلص به این لا اله الا الله نیست و حساب این انسان به الله است. برای آنکه تمام علما اجماع کردند که احکام این دنیا به ظاهرش است و احکام سرائر به سوی الله است، در نزد الله است. یعنی ما یک انسان را ظاهرا وقتی که دیدیم که لا اله الا الله میگه قبول میکنیم، برای اینکه ما از درون اون، از اسرار اون بیخبریم. از اسرار اون الله با خبر است. هر کسی که لا اله الا الله بگوید خالصانه نباشد حسابش به الله است، چرا که ما بیخبریم که وای خو اخلاص دارد یا ندارد. البته ما به شما علامت های بی اخلاصی را ذکر خواهیم کنم. و این چنین ملا قاری حنفی در کتاب مرقات ذکر میکند و میگویند که خالصا من قلبی، یعنی خالصانه از قلبش، معناش این است که ای میگن لا شبو شک، کسی در گفتن لا اله الا الله در قلبش شک نداشته باشد، شرک نداشته باشد، نفاق، سمعه و ریا نداشته باشد. و این چنین شیخ عراق در کتاب طرح التثریب در معنای این حدیث صحبت کرده اند و ابو سعود فی الارشاد و سعدی در تفسیرشان میگویند که لا اله الا هو ای لا معبود بحق الا وجه الكریم، نیست معبود بجز او، یعنی نیست معبود بر حق بجز وجه کریم الله رب العزة والجلال. و این چنین آلوسی در کتاب تفسیرشان روح المعانی، این چنین شیخ تبری، این چنین شیخ کلبی در تسهیل، شیخ شنقیطی در کتاب اضواء البیان، مخلصا له الدین ای مخلصا له في عبادته من جميع انواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من لفظ الآیه. مخلصا له الدین یعنی میگند معنیش خالصانه انجام دادن تمام عبادت و از نمود تمام شرک ها دور بودن، از معده شرک، از کبیرها، از همه اش دور بودن. بارک الله فیکم. و این چنین ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری
میگویند که والحق ان من قال لا اله الا الله مخلصا اتى بمفتاح وله اسنان لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مسرا عليها لم تكن اسنانه قوية فربما طال علاجه. والإخلاص يستلزم التوبة والندم ويكون النطق علما على ذلك. یعنی میگن هر کسی که لا اله الا الله را گفت، مخلصانه گفت، این یک کلید را با دندانهایش به جا آورده است. و هر کسی که بعد از گفتن لا اله الا الله کبیره را انجام داد، دندانهای کلیدش ضعیف شده است. و این چنین علماهای دیگر در این مسئله سخن کردند. و خاتمه این سخن و خلاصه این سخن همین است که اخلاص این به اجماع علما شرط صحت لا اله الا الله است. اجماع علما اهل سنت و جماعت شرط صحت لا اله الا الله است.